زندگی دشمن ما نیست. هرچی که به سر ما می آید گناه خودمان است، چون که ما خود را می سازیم، کسی دیگر نی. یک چیز عادی هست که انسان باید به کوچکترین کار خود دقیق اهمیت دهد. تنها اهمیت. دانشمندی میگوید حتی فرسوده ترین کاغذی که میخواهید آن را پرتوید، از آن باید نسخه داشته باشید. یعنی هر کاری که انجام میدیم باید دورنمای آن را فکر کنیم. آنهایی که میگویند در کارم پروایی ندارم، نه. دلیلی هست که اکثر آنهای چون به ناکامی روبرو میشوند میگویند تقصیر خودم بود، اهمیت ندادم. بازی ششکه طلبات زیبایی دارد که اگر در آن به سمت بی اهمیت عمل کنی و پروای چی شدنش را نداشته باشی، مغلوب میشوی. تمام. پس هر کاری که میکنیم باید با اهمیت باشیم و بدونیم که عکس العمل آن چی میشود.